زنهایی که بیگاهی ها در تک دام ها میشینن همشون چی میشود؟ شوهراشون دایوسه چی میشه دیگه؟ نمیبرند شوهراشون نصیحتشون کنه که جسد همش در بیرون میته و تو میبری و خیلی خونت بروی. زن دو قدر اگر بفاره بگی خونه تو خونه هم دقشتاقه برشون یک هفته بگرداخی بشینه ببیوید چی گپه که مردم میگذرن پروا ندارن که اما جاشون توفته. بازی با زنها یک کار کردین دیگ دونر در قدر هم میکنن بیچاره همشون دوم باد میکنه همه جاشون میتوه. نمیدونم این قدرتی خدا من حیرانم من روز تو رو دیوانه میشی قدرتی نظر میکنی با بعضی جوانا جورش میاره از نک چای بیار با میاره خم میکنه سیناش تا نقش بیچاره میتوه با زن یاکش میاره مر میبری خودت بخیر چای بیار روخی. این قدرتی خدا این تعلیم از قرآن دور مونده از حدیث دور مونده دایوس بیناموس میشی خداوند خوب حرام کرد عرق حرام کرد چرا در وجودش دایوسی داره. کسی گوشت خوب میخوره دایوس زنش در پیشش آشنایی میکنه پروا نداره دخترش آشنایی میکنه پروا نداره دایوس میشی. عرق هم آدم بیناموس میکنه دایوس میکنه. همین که بعضی نمیفهمون بعضی با نامش معلی با نامش هم دیرکتور بیگه مست میه خونش میدره با پکا میره ها طلباش ما گناه نکنی این روز تو میمری اول خود عرق نخری این مسخرگی روی خودش پیان میای خونشو طلباش میبینن با طلباش میگه این دیوانه روی خودش بیگه مست بوده با ما رو میگه گناه نکن. این مردم چی کار کرده شما با همین دروغی پیش میره نه خود مسخره میکنی. برای این سبب از قاری محترم یگان تلاوت قرآن میکنن یگان غزل میخونن بعد دعا میکنیم. من بسیار خوشحال هستم خداوند شما را به ناموس بگردانم. من الحمدلله شکر نام الله را میکنم که از بین شما دو کس هم زنش به سطر بکنه یک کس هم زنش به سطر بکنه من خوشحال میشم الحمدلله. خوشا به حالی و جوانی که به ناموس باشه سطر بخره زنش پوشانه بگه زنک تو زیبایی بخوای من برای تو همه کارو میکنم تو فقط زیبایی در پیشی ما بکن. دختر جانش تربیه بکنه دخترش بگو دختر جان من تو را دوست میدارم من نمیخوام که روی تو من دوزخی شم. جوانای عزیز باید نصیحت بکنه که مادراشون رو دوست بدارن پدراشون رو دوست بدارن. اگر همین رفتارمون باشه در ریگر مسافرخانه برآمده میرن پدرشون رو در مسافرخانه میپرتوین کسل شید میارن قربالا مرد میبرن گور میکنه دیگه خونش نمیاره. چرا زنم به معقول نی مرد زن تا معقول نی پگخت هم خیلی میشی زن به معقول نی. من در تلویزیون دیدم یک شکمدار بوگاسو کم در گردنش بود بعدی اومدن شو پرسی ژورنالیست که یکی بود بچه‌م بود چند بچه داره 6 بچه دارم ترا چرا جا بردن که نام به معقول نی کجاش ناموسی تاجیکی کجاش سمدارای تاجیکی که از اینا میسازن یهودی ای خودی او پر دنیا اومده تاجیکا رو کافر کردیسه کجاش دی پولدارای حرام خوری گیره فروشا که تاجیکا رو یاردن بکنن کجاش زکات انداز زکات بدین $800,000 $2,500 باید زکات بدی. بازی میلیون دلار در تاجدار لو زده میلیون $25,000 میلیاردر هم هسته $250,000. تاجستانی ما تماما سیر پوری میشه نه که وای بر حالش کسی زکات نده مسلمان است نماز قبول نمیشه حرام است صدقاتش.